سلام. برای آموزش دوخت کیف تدی نیاز داریم به یه پارچه اصلی، لایه نمدی و زیب متری. زیب متری و قسمت روی زیب به روی پارچه قرار میدیم. همینطور که میبینید دو طرف کار با سوزن فیکس میکنیم و دوخت میشه. برای دوخت از پایه زیب استفاده میکنیم. پایه رو وصل میکنیم و به راحتی دوخت زیب رو انجام میدیم. زیب اینجا دوخته میشه. هر دو طرف وقتی که دوختیم دوختمون انجام شد. بعد اون باید لایی رو پاس کنیم. زیب ها به دو طرف کار دوخته شد. حالا برای وصل کردن لایی هر پارچه‌ای که دوست داریم، من اینجا چارخونه استفاده کردم. پارچه رو روی کار قرار میدیم، قسمت روی پارچه آستر به روی پارچه و برمیگردونیم قسمت قبل که دوخت کردیم زیبا، از همون قسمت دوباره ما دوخت رو انجام میدیم که هم کارمون تمیزتر در بیاد، همین که جای دوخت قبلی باشه. به این صورت که تصویر میبینیم. بعد اینکه دوخت رو انجام دادیم باید کار رو به رو برگردونیم. وقتی به رو برگردوندیم قسمت گوشه ها که زیب و آستر وصل شده رو یه دوخت نیش میزنیم برای اینکه پارچه‌مون خوب بیسته و وقتی زیب رو میبندیم بین کار گیر نکنه. و دو طرف رو دوباره دوخت قرار میکشیم و دوخت میکنیم به این صورت. وقتی که هر طرف رو دوختیم میریم به سراغ وصل کردن سرزیب. دو طرف کار اینجا دوخته شد. آستر و پارچه اصلی تقسیم میکنیم، به قسمت وسط میاریم و سرزیبو خیلی آسون و راحت از بالای کار وصل میکنیم. بعد اینکه سرزیبو وصل کردیم کار رو وسط کار رو پیدا میکنیم و یه چرت کوچیک میدیم با قیچی. وقتی که چرت رو انجام دادیم این قسمت، هر دو قسمت، بعد زیب وسط قرار میدیم و دسته کیف رو که از قبل آماده کردیم با نوار وصل میکنیم، قرار میدیم و قسمت های بالا و پایین کیف رو دوخت میکنیم به این شکل. بالا و پایین رو دوخت میکنیم. بعد اینکه دوخت رو انجام دادیم گوشه های کار رو برای حجم‌دار شدن 3 سانت به شکل مربع خالی میکنیم و بعد اینکه خالی کردیم گوشه های برای تمیزکاری از نوار اوریب استفاده میکنیم و به این شکل کارمون تمیز میشه و کار رو اینجا تموم میشه و به رو برمیگردونیم و کیف لوازم تدی ما آماده است. میتونید تو هر ابعادی که دوست دارین دوخت کنین. تا آموزش‌های بعدی، خدافظ.